مطابق نقشه گذراندن عملیات منطقوی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی اوید به مقاومت به مهاجرت غیر قانونی نلیگال 2023 که از 15 اپریل سال 2023 تصدیق شده است در حدود دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی عملیات منطقوی نلیگال 2023 در دو مرحله گذرانیده می شود. مرحله یکم عملیات به نام نلیگال ترافیک از 19 تا 25 میلیون سال 2023 و مرحله دوم با نام نلیگال کردان از 2 تا 8 اکتبر سال 2023 ساختارهای مسئول وزارت کارهای داخله، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان و خدمات مهاجرت و شغل اهالی در ولایت ختلان گذرانیده می شود. وظیفه‌های اساسی عملیات مذکور سنجش ترتیب و رعایت بود و باش شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، منزل‌های استقامتی، مهمانخانه‌ها، خوابگاه‌ها و انشاءات کاری، آشکار نمودن شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی که بی روادید، بی قید شناسنامه در مقامات کارهای داخلی، بی اجازت برای کار و شناسنامه‌های بی اعتبار در جمهوری تاجیکستان بود و باش و فعالیت مهنتی دارند عبارت می باشد. عملیات نلیگال 2023 عین زمان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان ادامه دارد.